محتسب مست بره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است، افسار نیست. گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی. گفت ای به راه رفتن نیست، راه هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح قاضی نیمه شب بیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم. گفت والی از کجا؟ در خانه خمار نیست. گفت تا داروغه را گویم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاهی مردمی بدکار نیست. گفت دینار بده پنهان و خود را وارهان. گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر غرامت جامت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نقش زی پود و تار نیست. گفت آگه نیستی که سر در افتادت کلاه. گفت در سر عقل باید، به کلاهی آر نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیار بیار، اینجا کسی هوشیار نیست. خب تشکر رخشان بانو برای یک قرائت بسیار هم جالب. تشکر برای اشتراکتان در این برنامه.